خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. خب حال ما و شما در درس سوم ان شاء الله تعالی استعمال ضمایر با فعل ماضی معلوم میخوانیم که مثلا وقتی که ما ضمایر استعمال میکنیم در درس امروزی، مثلا ما و شما ضمایر خوانیم که هو، هما، هم، هی، هما، هن، این 6 تا. مثلا وقتی که چی باشه به همراه فعل ماضی، حالا میگیم هو کتبه. اگر 2 نفر باشن هما باشه باز چی میگیم کتبا. اینجا سکو بعد از فعل ماضی بعد از ب یک الف زیاد شد. اینم یه الف که زیاد شده، یه الف از الف هما هست که گرفته شده هست. مثلا کتبا. مثلا برای جمع چی میگیم؟ هم، ایشان کتبو. ببینید بعد از ب واو زیاد شد. این واو ضمیر است که جمع است. مثلا برای هی کتبت، بازده ای ضمیرش پت است، در داخل فعل است و باز آشکار نمیشه. در هما میگیم کتبتا، این سکن الف زیاد شد. و هن کتبن، این حال کتبه، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبن. حالا کی مثلا امیر؟ مثلا درس، درسا، درسو، درست، درستا، درست. اکل، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلن. اکله برای 1 نفر، برای 2 نفر اکلا. برای جمع باز اکلو. برای 1 نفر مؤنث اکلت. تو بخوان اکله، اکله، اکلو، اکلت، اکلته، اکلن. برای مخاطب باز چه قسم میگیم مثلا سیکو انت کتبت، سیکو انت کتبت، انتما کتبتما، انتم کتبتم، انتی کتبتی، انتما کتبتما، انتن کتبتن. اینجا مثلا ما بگیم که انت کتبت، تو یک مرد نوشته کردی، تو یک مرد نوشته کردی. این حاله اگر 2 نفر باشن میگیم انتما، شما 2 نفر مردها کتبتما نوشته کردین. انتم چی میگیم؟ انتم کتبتم، شما همه مردان نوشته کردین. اگر مؤنث باشه باز چی میگیم؟ انتی کتبتی، تو یک خانم نوشته کردی. انتما کتبتما، شما 2 نفر خانم ها نوشته کردین. و اگر جمع باشن باز میگیم انتن کتبتن، شما همه خانم ها نوشته کردید. پس چه قسم میخوانیم؟ میگیم کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن. خب حالا ما میایم به 2 نفر متکلم هستن. برای متکلم چی میگیم؟ مثلا من میگم انا کتبتو، انا کتبتو. برای خود که میگی کتبتو، انا کتبتو. و نحن کتبنا، نحن کتبنا، نون الف باز میشه. انا کتبتو، من نوشته کردم. نحن کتبنا، ما نوشته کردیم. انا درستو، ما درس خواندم. نحن درسنا، ما درس خواندیم. مثلا دیگه بعد از او میگه قال ان الله مبتلیکم بنهر. میگه اینجا چی شد؟ وقتی که میگه طالوت با لشکرش از دیگه مردم ها جدا شدن و حرکت کردن، به لشکر خود بر از اینا گفت که شما که برای جهاد بر آمدین فی سبیل الله، الله شما را امتحان میکنه به نهر. ان الله مبتلیکم به نهر، شما را الله مبتلا یا امتحان میکنه در یک چی؟ اونجا یک جوی او میه، شما بسیار تشنه هستین. فمن شرب منه فلیس منی، از این جوی باید آب نخورین. هر کس که از این جوی آب خورد فلیس منی. فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه، و هر کس که میگه ننوشید فانه منی، و از جمله کسایی هست که به اطاعت ما که امیرشان هستن. اینجا طالوت که بود چی بوده؟ که امیر جهاد بود. این برشان گفت که
الله شما را امتحان میکنه به این آب. کسی که نوشید از جمله کسایی که طاعت امیر میکنن نیستن. و من لم یطعمه، و کسی که از او ننوشید نخورد، فانه منی، او از جمله من هست. الا من اغترف غرفة بیده فشربوا منه، اما به اندازه یک کف دست از او گرفت باز از او نوشیدن. الا حالا چی میگه؟ غرفة بیده، به اندازه یک فشربوا منه الا قلیلا منهم. فشربوا، شربوا کدام ضمیر است؟ برای جمع مذکر هست. مثلا شربه، شربا، شریبو، یعنی پس نوشیدن همه او مردها، منه از همی آب، الا قلیلا منهم، یک تعداد کم از اینا تانستن که مثلا اطاعت امیره بکنن. خب فلما جاوزه هو والذین آمنوا، آمنه را کی برای ما خوانده میتونه؟ آمنه، آمنا، آمنو. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنتن، آمنت، آمنتا، آمنت، آمنا، آمنت، نه، آمنا. آمنا، انت آمنا، آمنت، آمن، آمنت، آمنت، انتما آمنتما، انتم، انت آمنت، انتما، انتم آمنتم، انت آمنت، انتما آمنتما، انتن آمنتن، انا آمنت، نحن آمنا. آفرین. این نور زمینه کسش بگوین باز برتان اول آسان میشه. خب آمنو معه قالو، قال را کی برای ما گفته میتونه؟ قال، قال، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلت، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. و شما خب فهزموهم باذن الله و قتل داوود جالوت، قتل را خب و آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت، فسده، فسد. خب این حال ده حدیث شریف است که حدیث صحیح مسلم است عن قریب بن مولى ابن عباس ان ابن عباس اخبره انه بات به معنای شب تیر کرد. بات کی برای ما خوانده میتونه؟ باتا، باتو. خب میگه بات لیلتا عند میمونته ام المؤمنین و هی خالته. میگه عبدالله ابن عباس پیش کی ماند؟ شب نوجوان بود، پیش بیبی میمونه ماند که بیبی میمونه که ام المؤمنین است. و هی خالته، ای خالش میشد، خالش است، از جمله محارمش است. میگه شب خانه از اینا میمان بود. میگه قال فتجعتو، میگه من خواب کردم فی عرض الوساده، در یک کنج بالشت. و تجع رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهله فی طولها، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهلش در طول ازو بالشت استراحت کردن، چون یک بالشت بود دیگه 3 نفر هر کدام. عبدالله بن عباس نوجوان کوچک است، ایدم یک کنجک بالشت سر خودم میمونن. فنام رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی انتصف اللیل، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب کرد تا که نصف شب شد. او قبله بقلیل، یا کمتر از او، یا او قبله بقلیل، یا قبل از نصف شب، او بعده بقلیل، یا بعد از نصف شب بقلیل. ای عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ای چی میکنه؟ بیان میکنه. حالا ببینید این نوجوان است و در طول شب ای میخواه که مثلا عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینه. حالا بچهای جوان نمیخیزه، ولی عبدالله ابن عباس سنش بسیار کوچک است. ادمو وقت چی میکنه؟ میبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز تهجد میخیزه در نصف شب. میگه استيقظ رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدار شد. فجعل یمسح النوم عن وجهه. سیکو آل کسایی که محدث شدن احادیث بیان کردن، این سیکو اتا اطفال چقدر توجه داشتن او وقت به دین. این حال عبدالله ابن عباس بسیار نوجوان و کوچک است و مهمان هم است، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میخیزه برای نماز تهجد، ای هم امرایش میخیزه.
و میبینه و حدیث روایت میکنه. میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اول وقتی که از خواب خیز چی کرد؟ آثار خواب از چشم خود دور کرد. یعنی یک سنت از بیدار شدن که مثلا وقتی انسان از خواب بیدار میشه اول باید آثار خواب با انگشتای خود همون چشمای خود بشقه تا که آثار خواب از چشمایش دور شود. این سنت است. ثم قرأ العشر آیات الخواتم من سوره آل عمران. بعد از این میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات آخری سوره آل عمران خواند. ثم قام الى شن معلقه. بعد از این میگه خیس به یک مشکی که او آویزان بود. سابقا هم مشکا را جور میکردن از پوست گوسفند یا بز، باز دبین از او آب پر میکردن میگذاشتن. میگه به می مشک آویزان شدگی میگه برخست. دیگه چی کرد؟ میگه فتوضأ منها. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از او وضو گرفت. فاحسن وضوءه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دمون نصف شبی بسیار وضوش منظم گرفت. ثم قام. بعد از این میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد شد. فصلى نماز خواند. قال ابن عباس، عبدالله ابن عباس میگه که میگه فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه ما هم امو قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، یعنی ما هم وضو گرفتم و ما هم آمدم. فقمت الى جنبه. میگه ما ده پالوش استاد شدم. فوضع رسول الله صلی الله علیه و سلم یده الیمنى علی رأسی. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود بالای سر ما گذاشت. و اخذ باذن الیمنى. از گوشه امو گوش راست ما گرفت. یفتلها فصلى رکعتین ثم رکعتین. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله بن عباس به طرف چپش استاد شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم که از گوش میگیره برش میگه که نه به طرف راست استاد شد. یعنی اینجا عبدالله بن عباس پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز تهجد چی میکنه؟ استاد میشه و اقتدا میکنه. میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت خواند. فصلى رکعتین. 2 رکعت نماز خواند. ثم رکعتین. باز 2 رکعت دیگه خواند. 4 رکعت. ثم رکعتین. 6 رکعت. ثم رکعتین. باز 8 رکعت. ثم رکعتین. 10 رکعت. ثم رکعتین. یعنی 12 رکعت. ثم اوتر. بعد از 1 رکعت وتر کرد. ثم اتجع حتی جاء المؤذن. میگه بعد از او میگه اتجاع کرد تا ای که مؤذن آمد. فقام فصلى رکعتین خفیفتین. بعد از او 2 رکعت نماز سنت صبح خواند. ثم خرج. بعد از او از منزل خود خارج شد. فصلى الصبح. باز نماز صبح را خواند. ببینید یک نوجوان چقدر به دین توجه داره که مثلا کل چیزایی که رسول الله صلی الله علیه و میکنه از نصف شب تا نماز صبح کل از این روایت میکنه. و این توجه بیشتر به دین که باشه، از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و دعا کرده بود که اللهم فقهه، یا الله ایره فقیه بساز، اللهم علمه، ایره برازی مثلا تعلیم، یا الله برازی تفسیر قرآن درس بده. پس از این خاطر عبدالله ابن عباس مفسر بزرگ قرآن شد و بسیار فقیه بزرگ اسلام شد. چرا؟ در نوجوانی چی میکنه؟ این چی هست؟ در نوجوانی توجه داره به دین، نصف شب میخوده تا صبح امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه برای ما و شما نقل میکنه و این حدیث است. و تا روزی که ما این حدیث میخوانیم و یاد میگیریم به عبدالله بن عباس رضی الله عنهما اجر و ثوابش میرسه. خب حالا اینجا مثلا ما و شما چند فعل آمد. یک فعل فجعل، جعل یک فعل است که جعل یمسح النوم عن وجهه. قرأ، قرائت کرد. قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا. قام، استاد شد، مثلا قام، قامو. صنع، صنعو، مثلا صنعتو. این حالا ابن عباس میگه صنعتو، صنعنا. میبینین صنعه. خب ذهب، ثم ذهبتو، من هم رفتم. قمتو، من استاد شدم. این حال وقتی که شما صرف میخونین انشاءالله قرآن و حدیث بسیار خوب باز میفهمین. درس امشب ما همیشه ختم میشه و السلام علیکم و رحمت الله و